داستان چاپ دستی میراثی که از چوب آغاز شد. قرنها پیش در چین باستان هنرمندان چوب را به ابزاری برای ماندگاری اندیشه تبدیل کردند. با حکاکی دقیق روی صفحات چوبی اولین روش چاپ به وجود آمد. روشی که قرار بود جهان را تغییر دهد. سال 868 میلادی در دل غارهای دون هوانگ یکی از نخستین متون چاپی یک کتاب بودایی متولد شد. کلمات روی چوب حکاکی شدند، جوهر روی سطح چوب نشست و تاریخ نخستین ردپای چاپ را به خود دید. اما این آغاز یک مسیر طولانی بود. چاپ چوبی از چین به جهان سفر کرد، دانش را پخش کرد و راه را برای انقلاب چاپ هموار ساخت. امروزه این تکنیک باستانی هنوز الهام بخش هنرمندان با صنعتگران است، چرا که هنر هرگز کهنه نمی شود.